دوستان عزیز، امروز قصد داریم که راجع به حسن عباسی و پشت پرده‌اش با شما صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا اگر از این آدم‌ها خوشتون نمیاد و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ببینیم مستند رو. حسن عباسی 49 ساله، متولد ازنا، استان لرستان. آقا چرا مثل حضرت امیر مثلا مقام معظم رهبری با اختلاس‌ها و سازوکارهای دیگه برخورد نمی‌کنه؟ 12 سالشه که انقلاب میشه. اوایل دهه 60 آقای حسن عباسی، حسن 14 ساله، میشه عضو سپاه. اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مشخصه. نظام با دیکتاتوری که مواجه نیست که یک کسی در همه شؤونات دخالت کنه. جنگ که تموم میشه آقای حسن عباسی 22 سالشه. نه موقع شروع جنگ، و موقعی که جنگ 8 ساله تموم میشه 22 سالشه. افتخارش همیشه اینه که میگه جبهه بودم و جنگیدم و از اسلام و ایران اسلامی با خون خودم دفاع کردم و شهید زندم و از این حرف. مردم باید یاد بگیرن، مسئولین باید یاد بگیرن هر کس در شأن و مسئولیت و جایگاه خودش کار خودش انجام بده. البته ایشون درگیر میشه، تذکر میده، برخورد میکنه، ممانعت به وجود میاره، اما اینکه ایشون مثلا بشینه اون بالا در یک جامعه ساده مثل جامعه حضرت امیر که زیر سیستماش 4 تا 5 تا 6 تا هم نمیشد، نسبت به جامعه امروز که بیش از 14-15 هزار تا زیر سیستم داره، امام جامعه بیاد مثلا درگیر یه جامعه بشه که مثل کوفه ساده اون روز، خب اینجوری که نیست. ببینین هیچ کدوم از این جوانایی که دور و برشن و الان داره براشون سخنرانی میکنه تو این فیلمی که میبینین، هیچ کدوم پیگیر نمیشن که آقای عباسی شما کی جبهه بودی؟ کدوم گردان بود؟ همه کسایی که جبهه بودن دوره جبهه بودنشون شناسنامه داره. تو کجا بود؟ هیچ کدوم از این پامنبریاش نمیپرسن. قدیمیام که مثل اینکه براشون صرف نداره بیان راستشو بگن. قوه قضاییه وجود داره، سازمان بازرسی کل کشور وجود داره، دیوان محاسبات وجود داره، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات وجود داره، در سازمان اطلاعات سپاه بخشی وجود داره که این قضیه رو باید رصد کنه، کمیسیون اصل 90 مجلس وجود داره. این همه حشم و خدم هست که باید چارچشمی مراقب باشن جلو فسادو بگیرن. هر سازمانی خودش بازرسی داره، هر وزارتخونه بازرسی داره، هر وزارتخونه حراست داره. حراست جزئی از وزارت اطلاعات اون دستگاهه. این مدیری هم که شما گذاشتید خودش باید پاسخگو باشه چرا زیر مجموعش اینجوری شد. چون افراد مثل آقای عباسی توی جنگ نیومدن، عباسیان فراوانی نیومدن، همونایی که نیومدن انتقاد میکنن. بعد از این صحبت‌های شمخانی تو برنامه زنده تلویزیون، حسن عباسی میره یه سری عکس میده به خبرگزاری فارس مال سپاه، اونم البته سپاهیایی که خیلی هم از شمخانی معتدل و اصلاح طلب خوششون نمیاد. حالا عکس‌ها رو ببینین. حسن عباسی زیر توضیحی که نوشته زیرش حسن عباسی در لباس کردی، مناطق مرکزی کردستان عراق، اردیبهشت 66. این یکی محل استقرار موقت در شمال عراق اواخر خرداد 86. رسول خلیقفر در حال آماده کردن خمیر نان، فرهاد ذوالقرد در حال پخت نان، عباسی مشغول ریختن آرد با کاسه روی سر ذوالقرد و فلانی و فلانی. این یکی عباسی قاطر چموشی را که حاضر نبود بار ببرد مهار کرده و به ستون نیروها میرساند. یک حکومتی اگه قرار شد برای هر اختلاس و ارتشاب و هر مسئله اینجوری ولی امر مسلمین بیاد تا پایین سیستم برخورد کنه و بعدم برخورده چکشی بگیر و ببند و بزن و اینجوری که نمیشه. این تلقی که فکر کنیم رهبری برخورد نمیکنه ظلم به جایگاه رهبری و خود رهبری است. این که تصور کنیم رهبری باید بیاد تو همه لایه‌ها دخالت کنه، این معلوم میشه نه ما جایگاه ولایت فقیه رو شناختیم نه قانون اساسی رو میشناسیم. ماجرای دکتر بودن حسن عباسی هم یه جورایی شبیه همین جبهه رفتنشه. 17 بهمن 83 ذوالنور در سلسله نشست‌های فرهنگی سیاسی بسیج مدرسه علمی المهدی درباره وضعیت دکتر حسن عباسی گفت، این ذوالنور از همون جاها که عکس‌ها رو دیدین میشناخت عباسی رو، گفت برادرم آقای عباسی دکتر نیستن، ایشان در مقطع کارشناسی رشته فلسفه مشغول تحصیل هستن. کی میگه اینو ذوالنور؟ سال 83. یعنی چی؟ یعنی عباسی 38 سالشه، هنوز لیسانس نداره. 84 احمدی نژاد میشه رئیس جمهور. عباسی از طرفدارای پر قرص احمدی نژاد یه تشکیلاتی میزنه به اسم مؤسسه بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز. ما به جای اینکه مطالبه کنیم از رهبری مطالبه کنیم از خود اینا. یعنی وقتی وزیر نفت میاد میگه آقا 100 میلیارد طرف اختلاس نکرده دزدیده، آقا تو باید پاسخگو باشه چرا دزدید؟ مگه وزارت نفت حراست نداشت؟ مگه وزارت نفت بازرسی نداشت؟ چرا یه بار نمیگه چرا وزیر اطلاعات پاسخ نمیده؟ توی یکی از سخنرانی‌هاش یه دانشجویی میپرسه که آقا
میگن شما دکتر نیستین، مدرک دانشگاهی ندارین، دکترا ندارین. ببینین چجوری جواب میده. دایپلوما، چیزی که دیپلم نامیده میشه، شما گرفتید نمیدونید معناش چیه. لیسانس هم که میگیرید باز نمیدونید معنای این کلمه چیه. شاید تو شب تلویزیون ببینید میگه تحت لیسانس کارخونه فلان. دکترم که بشید مثل همه دکترهای کشور نمیدونید معنای دکترا یعنی چی. بگیم آقا طرف راننده است، مثلا این دوستمون فیلم بردارن، بگیم آقا ایشون فیلم بردارن، بعد بگیم آقا فیلم برداری کنید، بگیم من بلد نیستم. فیلم بردار به کسی اطلاق میشه که میتونه با یک دوربین کار کنه. دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که میتونه دکترین ارائه کنه. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اونور دنیا درس بدن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. ببینید چه اعصابی آدم باید داشته باشه اینا رو بشینه گوش بده. خب بگو تحصیلات عالی دانشگاهی ندارم، این دیپلم‌ها و این آسمون ریسمون کردنا با این همه غمزه برای چی؟ بعد من میگه که من تنها کسی هستم که نظریاتمو در چهارگوشه عالم درس میدن. چرا هر کی دزدی میکنه راحت از این کشور بلند میشه میره بیرون؟ شما الان جوان باش سربازی میخوای بری، نمیذارن بری پاسپورت بگیری. مبادا شما به عنوان یه سرباز مثلا زیر دیپلم که روی برجک دیدبانی این گوشه یه پادگانی داری نگهبانی میکنی، مبادا اطلاعات پادگان رو ورداری پاسپورت داشته باشی از کشور فرار کنی. ولی بانک ملی جمهوری اسلامی رئیس بانکش پاسپورتش تو جیبشه اختلاس میکنه، بعدم از فرودگاه کشور میره بیرون. اون یقه وزیر اطلاعات رو بگیرید، یقه رئیس قوه قضاییه رو بگیرید، یقه هر دستگاهی رو بگیرید که حراست داره. این حراست‌ها پس دارن چه کار میکنن؟ این بازرسی‌ها دارن چه کار میکنن؟ دیوان مثلا محاسبات چه کار میکنه؟ کمیسیون اصل 90 چه کار میکنه؟ نماینده مجلس که وظیفه نظارت دارن چه کار میکنن؟ همه رو رها میکنیم، میگیم آقا رهبری بیاد در تمام شؤونات پاسخ بده. این تلقی غلطیه ها. حضرت امیرم اینجوری تو لایه‌های زیر مجموعه‌اش دخالت نمیکرد، چارچوبا رو مشخص می‌کرد. نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. من هنوز نصف سن آقای کیسینجر هم ندارم. نیویورک تایمز در هفته هر وقت برای من مطلب میزنه تو پرانتز بزنه The Kissinger of Islam. روزنامه نیویورک تایمز اگر یک بار تا حالا حتی به طنز نوشته باشه که حسن عباسی کیسینجر اسلامه، من اسممو میذارم حسن عباسی. تنها باری که نیویورک تایمز اسم حسن عباسی رو نوشت که دارین میبینید بهمن 91 بود، آخرین ماه‌های احمدی نژاد که عباسی و طالب زاده یار غارش آمدن یه تیکه فیلم هالیوودی آرگو رو توی یک محفل خصوصی توی هتل پخش کردن تو تهران، علیه این فیلم صحبت کردن، خبرنگاران بودن و نیویورک تایمز هم گزارش نوشت از این جلسه و نوشت که اینا هر کدوم چی گفتن. مطلقاً هم بحث کیسینجر آف اسلامی نبود که یکی از اشکالات اساسی ما اینه که شخص رهبری رو مسئول همه چیز دونستیم، لایه‌های زیر مجموعه رو پاسخگو نکردیم. اگر 4 تا مثل من که تریبون داریم 4 تا دادسر وزیر اطلاعات میزدیم، مثلا ببینید وقاحت وزیر نفت میگه اگه قوه قضاییه مدیر 2 تابعیتی میشناسه بگه من میذارم کنار. ببخشید تو بغل دستت یه کسی میشینه به نام وزیر اطلاعات، به وزیر اطلاعات بگو همونجوری که دادستان کشور گفت که آقا جان وزیر اطلاعات بعد مدیر 2 تابعیتی رو مشخص کنه. یعنی نمیدونه ساختار حکومت رو، توپو میندازه تو زمین قوه قضاییه. خب مدیرای 2 تابعیتی خائنانی هستند که این خائنا کی باید شناسایی کنه؟ وزارت اطلاعات. وقتی سر وزارت اطلاعات داد نزنی، وقتی نگی وزیر اطلاعات مدیر 2 تابعیتی که میای میگی نداریم، اگر یکیش پیدا شد تو باید بلند شی بری توی مجلس استعفا بدی. ناسلامتی مجتهدی دیگه، یه دروغ در اومده تو کارت. کی میره زیر سوال؟ رهبری میره زیر سوال. من 100 بار از این
این وزیر اطلاعات پرسیدم آقا چرا در جمهوری اسلامی مقامات حکومت باید فرزندانشون تو آمریکا زندگی کنن؟ مگر ما نمیگیم مرگ بر آمریکا؟ مگر 39 سال آمریکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمریکا نمیگه من علیه جمهوری اسلامی طرح براندازی دارم؟ خدا لعنت کنه مدیری در جمهوری اسلامی که بچهش تو آمریکا زندگی میکنه. آقا وزارت اطلاعات باید میرفت میگفت آقای وزیر بچت توی آمریکا زندگی میکنه، CIA رو بچه تو سوار میشه، تو خونت نفوذ میکنه، جاسوسی میکنه. ولی وزارت اطلاعات ما در مورد مسئله فساد فرزندان مسئولین مملکت توی آمریکا، کانادا و انگلیس که چند صد نفرن سکوت میکنه. آقا من 100 بار گفتم مجلس شرط احراز مسئولیت در جمهوری اسلامی باید این باشه که هیچ مسئولی بچهش تو آمریکا نباشه. عکسای پسر دخترای مسئولین جمهوری اسلامی، همین وزیرا، همین نماینده مجلس شما نگاه کنید. مردم مطالبتون از وزیر اطلاعات باشه، طرف که این کاره که نبوده، تو عمرش نمیدونسته کار اطلاعاتی یعنی چی. صداش کرده رئیس جمهور بهش گفته بیا باشه وزیر اطلاعات. خودش تو خاطراتش میگه گفتم آقا من هیچی از کار اطلاعاتی نمیدونم. گفت به جدت زهرا واگذار کن حل میشه. گفتم آخه آقای دکتر روحانی با چه سابقه‌ای؟ بعد یه مقداری باز من مقاومت کردم و گفت از چی میترسی؟ از خدا بخوا کمکت میکنه. گفتم آخه خدا از تو حرکت، از خدا برکت آورده میخواد. من با چه آوردی؟ گفت علوی تو آورده نداری، تو پسر فاطمه زهرا، از مادرت کمک بخوای بچهشون رو رها میکنن تنها میذارن. گفتم آقای دکتر حالا که اسم مادرم زهرا رو آوردی چه؟ آقا جهت فلش اعتراض ها رفته سمت رهبری، بی ارزگی قوه قضاییه، بی ارزگی سازمان بازرسی کل کشور، بی ارزگی وزارت اطلاعات و بی ارزگی صدا و سیما، همه اینا موجب شده فلش حمله رفته سمت ولایت فقیه، رفته سمت اسلام. آقای آموری لاریجانی، آقای علوی، هیچ مسجدی نیست که ما بریم مردم نگن چرا ناکارآمدی وجود دارد مقصر شما. هیچ دانشگاهی نیست که ما پامونو بذاریم مردم اینو نگن. بیکاری شما، بی ارزگی شما، بی موالاتی شما جهت فلش مسئولیت ها رو برده سمت رهبری. آقا برخورد کنید، یه مقداری انقلابی برخورد کنید. اگر مردم میگن چرا رهبری مثل امام علی برخورد نمیکنه، قوه قضاییه 2 تا از برادران گردن کلفت مسئولین این مملکت رو بذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمن یعنی چی. فرزندان مسئولین این دولت رو آقا یه آدم با وجود پیدا بشه تو این دستگاه ها بگه وزیر الف چرا بچت تو آمریکاست، وزیر ب چرا دخترت پسرت تو آمریکاست. حالا جواب ندید آقای وزارت اطلاعات، جواب نده برادر عزیز. 10 تا مسجد، 50 تا مسجد، 50 تا دانشگاه، آدم این حرفا منتشر میشه تو فضای سایبر. اونی که تو مدیریت ناکارآمد میره زیر سوال جناب عالی هستی. بارها گفتیم اگر اسلام بره زیر سوال، ولایت پاسخگو بخواد بشه، ما شما رو پاسخگو میکنیم، تعارف نداریم.